جای همتون خالی. بچه ها سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوام همراه شما تجربه یک کباب جدید و فوق‌العاده لاکچری داشته باشم. کباب امروز ترکیبی از گوشت مرغ و گوشت گوساله و گوسفند مخلوط هستش و همراه فلفل دلمه یا پیاز. این کباب خیلی از دوستان به اسم خودشون ثبت کردن، اینکه چقدر صحت داره رو من هم نمیدونم. یک کباب فوق‌العاده جدید و بسیار لذیذ. من حدود 700 گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفند دارم که برای کوبیده می‌ذاریم. گوشت رو داخل این ظرف می‌ریزم. گوشت مرغ هم که حدود 500 گرم رو داخل این ظرف می‌ریزم. ببینید دوستان، انتخاب نوع گوشت‌ها رو توی آموزش‌های قبل گفتم. اگر برید و پیج رو نگاه کنید، مدل‌های مختلف از کوبیده رو براتون منتشر گذاشتم. چقدر پیاز بزنیم، چقدر گوشت گوساله، چقدر گوشت گوسفند باشه و حتی برای چربودن گوشت مرغ هم بهتون چند تا توصیه کردم. پس اگه دوست داشتید کانال رو حتما نگاه کنید. خب من میام به این اول پیاز اضافه می‌کنم. با توجه به حجم گوشت مرغ و گوشت گوسفند اون پیازمو تقسیم می‌کنم. 70% آبش رو گرفتم، بهش نمک میزنم. باز اگه دوستی مشکل داشته تو کامنت بپرسید، بهتون توضیح میدم میزان‌ها رو دقیقاً بهتون. اما گفتم همه آموزش‌ها توی ویدیوهای دیگه هستش و به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. به گوشتم فلفل سیاه اضافه میکنم، به مرغم فلفل قرمز. نیم گرم هم جوش شیرین به گوشت میزنم. حالا اینا رو حسابی ماساژ میدم با هم دیگه تا پیاز و ادویه به خورد گوشتان بره. برخلاف کوبیده این نیازی نیستش که کف مالش بکنیم و خیلی بخوایم بمالیمش. همینقدری که مواد با هم مخلوط بشن براش کافیه. کوبیده خیلی راحتیه. خب ما توی این مرحله نیاز به چند تا مشمع داریم. من از کیسه‌های فریزری استفاده میکنم. عطاشو کاملا میبرم و جدا میکنم ازش. نقطه روی سطح کارم رو چرب میکنم. میتونید از آب هم استفاده کنید بچه‌ها. هر دوتا شدنیه. چرا این کار انجام میدم؟ برای اینکه وقتی مشمع رو میندازم روش دیگه مشمع فیکس بشه و دیگه تکون نخوره. من گوشتم رو تقسیم بر دو میکنم. یه بخشیشو میندازم اینجا. میندازم روی مشمع فریزرم. به این شکل بهش فرم میدم با دستم. حالا یه مشمع دیگه برمیدارم و اون هم بازش میکنم. اینم میکشم روی گوشت دوباره. آروم به این شکل. حالا یه وردنه بردارید، گوشتتون رو پهن کنید. سعی کنید به یه اندازه پهن بشه، ضخامتش بالا پایین نشه. این بخش کم ظریف کاریه، باید بیشتر دقت کنید بچه‌ها. یکی دو بار که انجام بدی دیگه کاملا دستتون روش میخواد. از راههای مشمع بغلاش من صاف میکنم به این شکل، به این شکل. حالا مشمع رو تا میکنم روش. میذارمش فعلا کنار. میرم سراغ بعدی. اگه ضخامت مرغ بیشتر باشه اشکالی نداره، چون مرغ خیلی سریع میپزه. ولی گوشت یه مقدار ضخامتشو کمتر میگیریم که از پختش مطمئن بشیم. خب اینو فعلا میذارمش کنار. یکی از گوشتا رو باز میکنم. خب روی گوشت من یه لایه چربی گوسفند میریزم. بچه چربی گوسفند دنبه نیست، یعنی اصلا اون بوی دنبه رو نداره به هیچ عنوان، ولی خیلی چربه. من از پرده شکمی استفاده میکنم، پرده شکمی گوسفند. خیلی طعمش رو خوب میکنه و همینطور نرمش میکنه، ولی خب دود میکنه دیگه. موقع پخت باید دقت کنید که همسایه ها رو خدا نکرده
اذیت نکنید. خب لایه اول شد مایه کوبیده گوشت، لایه دوم شد چربی گوسفندی که گفتم من از پرده شکمی گوسفند استفاده می‌کنم، هم قیمتش ارزان تره، هم بوی دنبه نمیده و هم خیلی لذیذ و خوبه. لایه دومو میایم کوبیده مرغ میخوابونیم روش بچه‌ها. اینو به همین شکل برش دارید، بیارید این لبه و از اینجا برش گردونید. خب حالا بذار شما روش باشه تا بتونید شما تنظیماتتون رو انجام بدید. حالا ما شمای روش ازش جدا میکنیم. ما میتونیم الان روی همین کوبیده مرغمون هم یه مقدار دوباره چربی اضافی بکنیم، ولی گفتم من چون تو آپارتمان زندگی میکنم دود زیادی میکنه و مناسب نیستش، میشه همسایه آزاری. خیلی از دوستان میان از انواع اقسام پنیرهای ورقه‌ای هم استفاده میکنن، اما من با توجه به تجربه میگم که پنیر هر نوعش که باشه طعم خوشمزه کوبیده ما رو خفه میکنه. پنیر خنثی‌ست، طعم خاصی نداره. شما خیلی هم که ادویه بزنید طعم داشتم که بکنید، وقتی پنیر قاطش میکنید متأسفانه طعم رو از بین میبره. من توصیه میکنم به هیچ عنوان به کباب پنیر نزنید. به نظر من استفاده از پنیرهای مختلف یه جورایی ویترین درست کردنه که بخوام بگن ما انواع اقسام کباب‌ها رو داریم میزنیم از اینجور حرفا. من اعتقادی بهش ندارم به شما. بعد دوباره به همون شکل میرین لبه قشنگ تراز میکنید و گوشت رو برمیگردونید روش. باز دوباره من مشمام روشه و سعی میکنم گوشتم رو باهاش فیکس کنم. حالا روش رو دوباره میکشیم، قشنگ وکیومش میکنیم. اصل این کباب دوستان با راسته گوساله درست میکنن و سینه مرغ، یعنی راسته گوساله رو پهن میکنن، میکوبن، نازکش میکنن، مرغ هم به همین شکل، در کنارش از شرکت هم استفاده میکنن و لایله میشن رو هم. به همین خاطر بهش میگن کباب ناپلئونی یا کباب طبقاتی، حالا هر چی که میگن. اما من خودم به شخصه برای اولین بار است که این کباب رو دارم با 2 مدل کوبیده میزنم. امیدوارم که نتیجه کار خوب باشه. حالا اینو میبندیمش، میره داخل فریزر. حتما باید بره داخل فریزر. به هیچ عنوان وقتی اینجا تازه است نمیتونید سیخ بگیرید، نمیتونید برش بزنید. حتما باید بره داخل فریزر کاملا خودش رو بگیره، سفت بشه، بعد بیاد بیرون. فکر کنم تمام یه 2 ساعت زمان ببره. پس بریم با هم تا 2 ساعت بعد بیایم سراغ این کیک خوشگل کوبیدم. 2 تا فلفل دلمه سبز دارم من. اول این سرش جدا میکنم، بعد انتهاش رو به این شکل. حالا یه خطی وسط میندازم، بعد این بندا رو از هم جدا میکنم، ببینید به این شکل. اینا رو به این ابعاد بعضی کباب قرار باشه خوردش میکنیم. میبینید به این ابعاد. اگه به این فلفل رو همینطوری سیخ بگیرید احتمال که بتریکه زیاده. میام چیکار میکنم؟ این نقطه وسطش یه چاک با چاقو میندازید، ببینید به این شکل یه چاک که سیخ اینجا رد بشه. این عمل باعث میشه که به هیچ عنوان فلفل شما موقع سیخ گیری نترکه. اول لباشو از بغل میگیرم که قشنگ لایه های کبابم دیده بشه. بچه‌ها حتما باید بذارید قشنگ فریز شه. ببینید یعنی یه شله من هنوز 2 ساعت براش تایم خیلی کمی هستش، ولی کامل که فریز بشه به راحتی برش میخوره. خیلی خوب. یه دونه فلفل دلمه‌ای به این صورت از وسط رد میکنیم، سیخو میاد اینجا. باز دوباره یه فلفل دلمه‌ای
بچه‌ها وقتی از دو طرفش کامل پخت بعد هم تکه بدید و هر 4 طرفش رو کباب کنید. ببینید به این اول اینجوری بود، حالا اینجوری میشه. خب دوستان گلم کباب ما آماده شد. یه کباب جدید مکعبی شکل، هم کوبیده گوشت داره هم کوبیده مرغ داره، ولی خیلی دود میکنه به خاطر چربی داشتن چربیش. میتونید چربیش ازش حذف بکنید. دیدید من خوب فریز نشده بود و یه ذره به مشکل برخوردم. حتما بذارید 4-5 ساعت کامل خودش رو بگیره. من گلو خوردم 2 ساعت که مون روش و زیرش کاملا فریز شد اما وسطش هنوز نرم بود. پس نکته اول حتما بذارید 5-6 ساعت کامل فریز بشه. نکته بعدی چربی باعث دود میشه، دوست داشتید چربی رو ازش حذف بکنید. پنیرم که من توصیه میکنم، باز خودتون میدونید. الان یه حاله اگه خوشتون اومد ممنون میشم که کامنت یادت نره. من به دوستت معرفی بکن. هر نظر انتقاد سازنده‌ای هم داری برام بذار. به جون دل گوش میکنم. دوستتون دارم. تا آموزش بعد. خداحافظ.